سلام و احترامات خدمت همه شما دکتر سایبان گرامی. امید از جور و صحتمند باشین. 110 بست وزارت صحت عامه که به تازگی اعلان شده، شما تا 20 دل وقت دارین که دی ثبت نام بکنین و تمام جزئیاتش دمی لینک هست که در دسکریپشن ویدیو میمانیم. بخیر کل جزئیات امی لینک هم میتونین البته مرور بکنیم. یک بار باز میکنیم جزئیات با هم مرور خیلی کوتاهی می داشته باشیم. 110 پروفشنال مدیکال اند ادمنستریتیو وکانسیز اعلان شده و اینجا قسمی که میبینیم برای ذکور هست. متاسفانه حتما اوناس نمیتونه دی ثبت نام بکنه. باز هم در پایین میایم، بخش لوکیشن در کابل هست، موقعیت وظیفه. طبیعتا که دی از ولایت هم میتونن ثبت نام بکنن، اما موقعیت وظیفه در کابل است. اپلیکیشن دیدلاین 20 دلف هست. به این شکل شما میتونین که در پایین برین و اینجا وکانسی ها را ببینین. کسی که ام دی هست، اسپیشالیست هست، اینترنال مدیسن مثلا اسپیشالیست 12 بست اعلان شده، سرجری مثلا 7 بست. به این شکل به می بخش مربوطی تان ببینین کل بخش ها موجود است. ان شاء الله این هید اف دپارتمنت از اینی بستا برای بخش دپارتمنت، بخش منیجمنت، ادمنستریتیو، اداری و چیزا. کلا اینا رو هم میتونین یک بار مرور بکنین. هر کدام بسته که مورد نظر شما بود میتونین دو ساب بکنین. به هر حال اینجا قسمی که گفته how to apply اگه ببینین کدام لینک خاص نداره که دی ثبت نام بکنین، فقط باید مراجعه بکنین به خود وزارت درست صحت عامه. البته آدرس چه اینجا ماندن، ببینین این آدرس است، دمی آدرس مسعود سکوئر، صحت عامه اسکوئر، کابل، افغانستان. اینجا میتونین مراجعه بکنین. باز در وقت مراجعه حتما تذکری اصلی تان، البته نه کاپیش اصلیش هم با خود داشته باشین، اما کاپی دیپلم و ترانسکریپت با خود داشته باشین و پروف اف ورک اکسپریانس تجربه کاری اینا رو کلش با خود ببرین. درسته گرچه دو شماره ماندن، نخواد که اوکی بکنن، اگر بازم زنگ زدین میتونین، درست مشکل نیست. اینی بود فرصت بسیار خوب بر دکتر سایبا. امید است از این فرصت حتما استفاده بکنین. باز اونجا که رفتین باز میتونین حتما کدام فرمی چیزی داشته باشه پر میکنین، اگر نداشته باشه همین اسناداتتون تسلیم میتین و کدام سوالی داشتین از زمانه باز بخیر یگان دو سوال مهم اگر داشتین بپرسین که امتحانش، نحویش و غیره جزئیاتش حتما باز با شما ان شاء الله که شریک خواست ساختن. تشکر، سلامت باشین.